رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مشکلات موجود در کشور نتیجه عدم وحدت و نبود همبستگی سیاسیون افغانستان است. عبدالله به روز جمعه در مراسم تجلیل از 25مین سال روز پیروزی مجاهدین یا 8م ثور در ولایت پنجشیر صحبت میکرد. بیشتر به عوامل افزایش مشکلات ناشی از بی‌ثباتی سیاسی به خصوص به گسترش ناامنی ها انگشت گذاشت. امروز این دشمن است که در هر گوشه دنیا جنایت کردند و امروز در صف اول مقابله با این دشمن مردم افغانستان هستند. چیزی که جهاد ما را به پیروزی رساند، چیزی که امیدواری در مقاومت ایجاد کرده بود، وحدت مردم افغانستان، چیزی که امروز ما را ضعیف ساخته، نبود وحدت در بین مردم افغانستان. در مراسم تجلیل از 8 ثور بیشتر سخنرانان در مورد وضعیت سیاسی کشور و افزایش نگرانی ها اشاره داشتند. در این مراسم شماری از قماندانان جهادی، مقامات بلندپایه حکومتی، نمایندگان مردم و صدها تن از مردم عامه از ولایات مختلف اشتراک کرده بودند. در سالهای پیش تجلیل از 8م ثور این گونه که حالا در پنجشیر برگزار میشه سابقه نداشته است و تجلیل 8م ثور بیشتر به کابل به گونه متفاوت و مختلف برگزار شده.